سلام بچه های عزیز، خوبین؟ سلامتین؟ آقا حضور منو تو فیلم در چشم باد، برادران لیلا، بعد در خونگاه، فوسیل، اخراجیا، متری شیش و نیم، اینا فیلم هایی بودن که بنده بازی کردم و امیدوارم دیده باشین و خوشتون اومده باشه. برام کامنت بذارین، بگین تو چه نقشایی بازی کردم. اگه واقعا جزء به جزء این فیلم ها رو دیده باشین، تو بخشاش من بودم. بدرود. امیدوارم که سال خوبی رو داشته باشین. لحظات پایانی سال قبلی به جدیده. ساعت الان 6:30 صبح و